سلام به همگی، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون ایرانیان تیوی در یوتیوب خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که مصرف روزانه پیاز باعث چه اتفاقهای مثبتی در بدنمون میشه. پیاز ضد انعقاد است. پیاز قرمز می تواند به حفظ کلسترول خوب کمک و از ابتلا به بیماری‌های قلبی پیشگیری کند. محققان با انجام مطالعاتی روی حیوانات متوجه شدند مصرف پیاز قرمز بعد از 8 هفته می تواند میزان کلسترول بد را در بدن به میزان 20% کاهش دهد. اما در همین دوره زمانی هیچ تغییری در میزان کلسترول‌های خوب بدن به وجود نمی آورد. طبق نتایج تحقیقاتی که در سال 2012 منتشر شد، فلانوئیدی به نام روتین به وفور در خانواده پیاز و سیب وجود دارد. از تشکیل لخته‌های خونی در عروق پیشگیری می‌کند. در حقیقت تشکیل فیبرین در سیاه رگ‌ها و تجمع پلاکت‌ها در سرخ رگ‌ها از عوامل بروز لخته‌های خونی و سکته است که این ترکیب مانع ساخت آن می‌شود. پیاز ضد سرطان است. محققان دانشگاه کرنل بعد از مطالعات تاثیر پیاز بر رشد سلولی و تخریب رادیکال‌های آزاد در سال 2004 اعلام کردند موستیر و انواع پیاز به دلیل خواص آنتی اکسیدانی برجسته تاثیر ویژه‌ای بر کاهش پیشرفت سرطان کبد دارند و از رشد سلول‌های سرطانی پیشگیری می‌کنند. طبق تحقیقات دیگر دانشمندان، مصرف منظم پیاز به میزان 2 بار در هفته به طور واضح خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کم می‌کند. پیاز سرشار از فلانوئیدها و از رشد تومورها جلوگیری می‌کند و سلول‌های روده بزرگ را از آسیب حفظ می‌کند. پختن گوشت با پیاز نیز می‌تواند به کاهش مواد سرطان‌زایی که هنگام پخت گوشت در حرارت ایجاد می‌شوند کمک کند. پیاز خونساز است. اسید فولیک یا ویتامین B9 یکی از ترکیبات مورد نیاز مغز و تضمین کننده سلامت روان و احساس فرد است. 125 میلی لیتر یا نصف پیمانه آب پیاز می تواند 9% از نیاز روزانه بدن به اسید فولیک را برطرف کند. بنابراین عادت به خوردن پیاز به تامین نیاز بدن با اسید فولیک کمک می کند. پیاز استخوان ساز است. طبق تحقیقات پژوهشگران دانشکده پزشکی در سال 2009 منتشر شد تراکم استخوان‌ها در زنانی که روزی یک پیاز مصرف می‌کنند 5% بیش از زنانی است که یک بار در ماه پیاز می‌خورند. از سوی دیگر در زنانی که مرتب پیاز مصرف می‌کنند در مقایسه با زنانی که پیاز نمی‌خورند احتمال شکستگی لگن 20% کاهش می‌یابد. بنابراین به خانم‌ها توصیه می‌شود برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان خوردن پیاز را به یکی از عادت‌های غذایی خود تبدیل کنند. پیاز ضد درد است. بر اساس تحقیق کلینیکی که در سال 1990 صورت گرفت، زنانی که رژیم غذایی غنی از منگنز دارند کمتر دچار علائم نشانگان قبل از قاعدگی مثل دردهای شکمی یا بدخلقی می‌شوند، زیرا پیاز یکی از منابع خوب منگنز به شمار می‌رود و این ماده معدنی مانند یک ضد درد عمل می‌کند. پیاز ضد فشار خون است. پیاز مانند سیب منبع بسیار خوب نوعی آنتی اکسیدان به نام کرکتین است. تحقیقات پژوهشگران که نتایج آن در سال 2007 منتشر شد نشان داد کرکتین تاثیر ویژه‌ای بر کاهش فشار خون دارد و از تخریب دیواره عروق پیشگیری می‌کند و به این ترتیب خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش می‌دهد. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.